سلام به چنل هایپر نیوز خوش اومدید. من امیرحسینم و امروز اینجام تا یه بسته ای که به دستمون رسیده رو با هم باز کنیم ببینیم داخلش چی است. خب از روی جعبه شروع میکنیم. چسب روشو باز میکنم. حالا نوبت چسب سمت چپه. و حالا چسب سمت راست. میریم که درشو باز کنیم. خب امروز اینجا کارت گرافیک 4060 تی آی او سی اسپایدرمن ادیشن رو داریم از برند زوتک. همونطور که جعبه‌شو میبینید یه جعبه خیلی جذاب داره، خیلی جعبه با کیفیتی داره و وقتی که اونو دستتون میگیرید حس خیلی خوب بهتون میده. گرافیک RTX 4060 Ti که امروز اینجاست 8 گیگابایت GDDR6 هستش و گذرگاه حافظه اون 128 بیتی است. سرعت کلاک مرکزی اون 2.31 گیگاهرتز و سرعت کلاک تقویت شده یا بوست شدهش 2.54 گیگاهرتز. مصرف برق این کارت گرافیک نسبت به نسل قبلی خودش یعنی 3060 Ti خیلی بهتر شده و حدوداً 160 وات مصرف برق داره و از PCI نسل 4 هم بهره میبره. خب بریم که در کارتون رو باز کنیم. قیمت این کارت گرافیک توی بازار جهانی و هنگام عرضه $399 بوده و لیتوگرافی این کارت گرافیک هم 5 نانومتری که شرکت TSMC زده و حدود 22.9 میلیارد ترانزیستور هم داخل خودش داره. خب در جعبه رو که باز میکنیم اولین چیزی که بهش برمیخوریم این برچسبایی هستش که برای زدن روی حالا فن خود گرافیکه و یه قاب مغناطیسی هم هستش که جفت میشه روی گرافیک تا به زیبایی این کارت گرافیک اضافه کنه. خب اینجا یه پک خیلی جذاب و قشنگ هم داریم از استیکرهای اسپایدرمن مارز مورالز و این هم که برای خود شرکت زوتک هستش. و اما یه چیزی که اینجا داریم خیلی جالبه و قطعاً شگفت زده میشید از وجود همچین چیزی داخل جعبه گرافیک. یک ساک دستی هستش که ادیشن اسپایدرمن روش حک شده و چاپ شده و پشتش هم که لوگوی زوتک گیمینگ رو داره و روی کار هم که طرحی از اسپایدرمن مارز مورالز. خب اینو تا میکنم میذارم کنار فعلا تا برسیم به اصل کار. خود کارت گرافیک داخل یک پلاستیک قرار داره که اونو درش میارم از پلاستیک و بله یه گرافیک دو فن هستش. این از روی کار کنار گرافیک هم که لوگوی زوتک رو داره که قابلیت RGB داره و داخل برنامه خود زوتک هم میشه اونو کاستومایز کرد. بریم که این قاب مگنتی جذاب رو روی کارت گرافیک قرار بدیم ببینیم به چه صورت در میاد. بله خودش حالت مگنتی داره و چفت میشه روی کارت گرافیکمون که واقعا به زیبایی اون اضافه میکنه. حالا وقتشه که بریم با هم این کارت گرافیک رو داخل کیس نصب کنیم و رخ کار رو با هم ببینیم. از قابلیت‌های دیگه این کارت گرافیک میتونم به انویدیا جی سینک، انویدیا DLSS 3 و قابلیت ری تریسینگ اشاره کنم که میتونه بهتون کمک کنه داخل بازی‌های سنگین بهترین فریم ریت رو دریافت کنید. خب به انتهای ویدیو رسیدیم.
اگر از دیدن این ویدیو لذت بردید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید.